من پیشنهاد میکنم که ما باید یک کمیسیون بین الخلقی سازیم. طاهر عبدالجبار و میکروفون 6. تقریبا 13 سال پیش این نام و صحبت‌های صاحب این نام از طریق میکروفون 6 شورای عالی در جامعه وقت تاجیکستان شوروی مطرح بود. طاهر عبدالجبار از نخستین دانشمندان تاجیک یاد می شود که در بیداری تفکر و گوناگون اندیشه مردم سهمی کلیدی داشت. طاهر عبدالجبار با عنوان بنیادگذار اندیشه دموکراتی و آزادی، بنیادگذار روشی که برای به دست آوردن استقلال در تاجیکستان این اندیشه را پایه‌گذاری کرده است و خودش خیلی فعالانه اشتراک میکرد. این گونه شخصیت‌ها در جامعه خیلی کم یافتند، کمند. حاصل زحمت‌های طاهر عبدالجبار و دیگر آزاد اندیشان سالهای اخیر حکومت شوروی سابق این شد که سازمان مردمی رستاخیز به صحنه سیاسی کشور بیاید. طاهر عبدالجبار در صدر این سازمان مردمی می‌نشست و نخستین سازمانی بود که در تاجیکستان ثبت نام شد و حرکت مردمی شروع کرد و کارها در یک مدت کوتاه کارهای بسیار مهمی را انجام داد. از جمله در مورد رسمی شدن زبان تاجیکان در کشورشان، در کشورمان بسیار بسیار مهم بود که رستاخیز از این حمایت میکرد، هرچند که روشنفکرها از این پیش هم در این موضوع خیلی تلاش‌ها میکردند. طاهر عبدالجبار در آغاز سالهای 90 قرن گذشته وکیل شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و فعالیت‌های سیاسیش روشن‌تر و مؤثرتر گشت. هرچند حکومت وقت تاجیکستان شوروی اختلاف‌های زیاد در راه انتخاب شدنش به وکیلی شورای عالی ایجاد کرده بود، اما ده‌ها نفر از اعضای سازمان رستاخیز در معرکه انتخاباتی در تبلیغ و معرفی او دست به کار شده طاهر عبدالجبار را به صحنه سیاسی تاجیکستان وارد کردند. اون خدمت‌هایی که در شورای عالی کردن همچون نماینده مردم استاد طاهر این بی سابقه است، زیرا ایشان اولین شخصی هستند که اعلامیه استقلال تاجیکستان را در شورای عالی، در مجلس شورای عالی به میان گذاشتند، هرچند که ایشان این اعلامیه را 2 سال پیش آماده کرده بودند و این اعلامیه در روزنامه تاجیکستان سویتی هم نشر گردیده بود و هرچند که همه نماینده های مردم به این اعلامیه رای مخالف دادند، ولی بعد از 1 سال همین اعلامیه، چون تاجیکستان به استقلال دست یافت، همین اعلامیه با کم علاوه ها از طرف شورای عالی تاجیکستان قبول گردید و بیگمان استاد طاهر معمار استقلال تاجیکستان دانسته شدند. از طاهر عبدالجبار به عنوان از کمترین وکیلان وقت شورای عالی نام میبرند که برنامه و وعده‌های به انتخابات کنندگان داده خود را اجرا کرده است. از برنامه تماشای برنامه تلویزیون تاجیکستان محروم بودیم. ما تلویزیون ازبکستان، قرقیزستان را تماشا میکردیم. حتی تا همین درجه بود که آدمای ما کاتب حکومت و دیگر کاتب حکومت ازبکستان و قرقیزستان را میگفتند و رحمت و استاد طاهر عبدالجبار که همین درخواست ما را به حساب گرفته و ما کمک کردند و با دستگیری آن کس با حرکت کوشش خلق اشت ما همین موج افکنی تلویزیون دوشنبه را در همینجا ساخته توانستیم. حاضر خلق اشت از همین و استفاده می‌رد چند برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان را تماشا میکنیم. فعالیت‌های سیاسی طاهر عبدالجبار و سازمان مردمی رستاخیز تا زمان شروع جنگ شهروندی ادامه کرد. وقتی که در میدان‌ها همین درگیری‌ها شروع شد و میدان‌ها به 2 میدان تقسیم شد، استاد طاهر مقابل این 2 میدان بودند و بسیار تاکید می‌کردند که میدان شهیدان زود پراکنده شود و با گردآمدگان میدان آزادی هم حکومت زبان یابد و باید صلح و صلاح برقرار گردد. ولی متاسفانه تاجیکستان به جنگ داخلی کشیده شد. در یگانه سازمانی بود که در اتحادیه نیروهای مخالف شرکت نکرد، نپیوست و این باعث شد که تعدادی از اعضایان این سازمان از سازمان بیروند، از جمله بنده یکی از اونها بودم که در انجمنی که در آلماتی برگزار شد من به طور رسمی نامه نوشتم، در حضور همگان اون را خواندم و به دست طاهر عبدالجبار دادم که
که من دیگر اعضای سازمان نیستم. پس از شروع جنگ شهروندی طاهر عبدالجبار به شهر مسکو و سالهای 1993 تا 1996 در تهران پناهنده شد. بعدا به قرقیزستان و قزاقستان برگشته کارهای علمی و آموزگاری در دانشگاه‌های این کشورها را کرده است. در نهایت سال 2005 طاهر عبدالجبار دوباره به وطن برگشته به کارهای علمی و تحقیقاتی مشغول شد. ولی وقتی که به تاجیکستان آمد با آسانی قبول نشد از طرف دانشگاه یا که دانشگاه های گوناگون تاجیکستان و در یک دانشگاه خورده که با نام دانشگاه سامانیان بود، در اونجا یک چند مدت درس میداد. انتهای سال 2008 در وجود طاهر عبدالجبار مریضی سرطان کشف گردید و 21 اپریل سال 2009 در سن 63 سالگی در زادگاهش دهه 8 ناحیه اشت فوتید.